به آلفای درونت خوش اومدی. تصور کن ساعت 12 شبه، همه خوابیدن و فقط تو بیداری. خیابونها خالیه، چراغ‌ها خاموش و سکوت همه جا رو پر کرده. حس می‌کنی دنیا متوقف شده و فقط تو و افکارت باقی موندی. تا حالا شده هم ترسیده باشی هم هیجان زده؟ انگار که یه در بسته رو داری نگاه می‌کنی و فقط تو میتونی بازش کنی. تو این ویدیو قراره بفهمی همین سکوت کلید بزرگترین قدرت درون تو، مسیرت با جهان رو تغییر میده. بیا با هم این سفر عجیب و ساکت رو شروع کنیم. وقتی تنها میشی تازه میبینی ذهنت چقدر شلوغه. صداهای قدیمی، آرزوهایی که فراموش شده بودن، ترس‌ها و دلنگرانی‌ها همه یهو بالا میان. این لحظه ها شاید اولش سنگین باشن، ولی بعدش تو رو از قید و بندها آزاد میکنن. تنهایی فرصتیه که خودت رو بدون هیچ نقابی ببینی و بفهمی چه چیزی واقعا بهت آرامش میده. شاید فکر کنی وقتی کسی دور و برت نیست یعنی خلأ یا شکست، اما وقتی تنها میشی آزادی بهت داده میشه که هیچ کسی نمیتونه بهت بده. آزادی از انتظارها، آزادی از قضاوتها، آزادی از صدای بیپایان دنیا. وقتی این آزادی رو تجربه میکنی تازه میفهمی خودت چه آدم قدرتمندی هستی و چقدر توان داری روی زندگی خودت کنترل داشته باشی. یه ساعت کامل تصور کن که هیچ کسی حرفی نزنه، هیچ چراغی روشن نباشه و فقط تو، نفسات و افکارت باقی بمونی. حالا به نظرت ترس داری یا حس آرامش؟ و همین تضاد عجیب و جذابه. همون چیزیه که آدم‌های آگاه و قدرتمند رو شکل میده و مسیر درونشون رو روشن میکنه. وقتی تنهایی رو انتخاب میکنی ناخواسته شروع میکنی به کشف رازهایی که همیشه ازشون فرار کردی. حتی چیزهایی که فکر میکردی فراموش شده بودن حالا دوباره ظاهر میشن و این کشف‌ها چه تلخ باشن چه شیرین قدرتی بهت میدن که هیچ آدم دیگه ای نمیتونه بده و تو رو به سمت خود واقعیت هدایت میکنن. یه وقتایی که تنها هستی متوجه میشی جهان با تو در تماس مستقیم و بیواسطه است. نه تلفن، نه پیام، نه کسی که چیزی بگه، فقط خود تو و جهان. و این لحظه ها پر از کشف و رمز و راز هستن. شاید اولش برات عجیب باشه، اما کم کم میبینی هیچ تجربه‌ای مثل همین لحظات سکوت نمیتونه ذهن و قلبت رو روشن کنه و تو رو تغییر بده. تنهایی یه جورایی مثل آینه است. وقتی کسی نیست که جلوی تو باشه دیگه نمیتونی هیچ چیزی رو پنهان کنی. ترس‌ها، آرزوها، شک‌ها و امیدها همه خودشون رو نشونت میدن و وقتی باهاشون روبرو میشی تازه متوجه میشی چقدر قدرت واقعی داری و چه چیزهایی واقعا تو رو میسازه. شاید بگی تنهایی خسته کننده است، اما وقتی این خستگی رو تجربه میکنی تازه میبینی ذهن فرصت پیدا میکنه آزاد بشه، روح نفس بکشه و قلب در سکوت خودش رو پیدا کنه. این سکوت مثل یه تونل تاریکه که وقتی ازش عبور میکنی نور قدرت و آرامش ظاهر میشه و حس میکنی هر چیزی ممکنه. وقتی تنهایی هیچ کسی نمیتونه جلوی خلاقیتت رو بگیره. ایده ها، آرزوها و افکاری که همیشه تو ذهن تو دفن بودن حالا آزاد میشن و میتونن شکل واقعی پیدا کنن. خیلی از لحظات بزرگ زندگی و کشف‌های مهم مدیون همین لحظات تنهایی بودن. وقتی کسی نبود جز خودت و افکارت و سکوتی که همه چیز رو واضح نشون میداد. حالا میخوام یه سوال ازت بپرسم. آخرین باری که با خود واقعیت خلوت کردی کی بود و چه حسی داشتی؟ این تجربه سکوت و تنهایی یه فرصت نادره برای کشف درونت و دیدن خودت بدون هیچ قضاوتی. اگه میخوای این تجربه رو شروع کنی همین الان ویدیو رو لایک کن و مسیرت با خودت و جهان رو روشن‌تر کن. وقتی تنها میشی تازه میفهمی که ترس‌های واقعی همیشه از بیرون نیستن. خیلی وقتا ترس‌ها از خودمون میان، از فکرهایی که سالها انباشته شدن و هیچ وقت باهاشون روبرو نشدیم.
اما همین مواجهه بهت قدرت میده که بدون هیچ فیلتر و بهانه‌ای با خود واقعیت روبرو بشی و بفهمی چقدر توان داری زندگیت رو بسازی. گاهی تنهایی بهت یاد میده چه چیزهایی واقعا مهم هستن و چه چیزهایی فقط سر و صدا و حواس پرتی‌ان. وقتی کسی نیست که توجه تو رو بخواد یا نظری بده، تازه میفهمی چه چیزهایی تو رو آروم میکنه و چه چیزهایی فقط وقت و انرژی تو هدر میده. تصور کن یه روز کامل بدون کسی، فقط تو و یه دفتر و یه قلم. چی مینویسی؟ چه فکرهایی به ذهنت میاد؟ این سکوت بهت فرصت میده همه چیزهایی که فراموش کرده بودی یا نادیده گرفته بودی دوباره ببینی و تصمیم بگیری چه چیزی رو نگه داری و چه چیزی رو رها کنی. وقتی که تنها میشی تازه میبینی احساسات دوست تو هستن، نه دشمنت. ترس‌ها، غم‌ها، امیدها و شادی‌ها همه پیام‌هایی دارن که اگه بشنوی راهنمای تو میشن. سکوت بهت فرصت میده با خود واقعی حرف بزنی یا بفهمی کدوم احساساتت ارزشمندن و کدومها فقط صداهای مزاحم ذهنن. تنهایی بهت یاد میده زندگی واقعی فراتر از ظاهر و قضاوت دیگرانه. وقتی کسی نیست که تماشات کنه یا نظری بده، تازه میفهمی چه چیزهایی واقعا بهت ارزش میدن و چه چیزهایی فقط نقش بازی کردن بودن. این شناخت شروع آزادی و قدرت واقعیته. در خلوتت کم کم میبینی که زمان هم شکل دیگه‌ای پیدا میکنه. وقتی کسی نیست که وقتت رو پر کنه یا ازت انتظاری داشته باشه، لحظه ها تبدیل به فرصتی میشن برای کشف و رشد، برای فکر کردن به آینده و برنامه ریزی برای خودت بدون فشار محیط. تجربه تنهایی یه جور کشف توانایی های پنهانه. وقتی کسی نیست که جلوی تو باشه یا قضاوتت کنه، میبینی که چقدر میتونی تحمل کنی، چقدر میتونی بسازی و چقدر میتونی واقعا خودت باشی. وقتی تنها میشی تازه میبینی چه چیزهایی در درونت منتظر بودن تا کشف بشن. بعضیا ترسناک، بعضیا شیرین، بعضیا شگفت‌انگیز و همشون قدرتی بهت میدن که در جمع هیچ وقت نمیتونستی تجربهشون کنی. تنهایی بهت یاد میده که همه چیز درون خودته. آدمها و دنیا نمیتونن بهت شادی و آرامش بدن مگه اینکه از درون با خودت هماهنگ باشی و همین هماهنگی بزرگترین قدرتیه که همه دنبالشن ولی کمتر کسی بهش میرسه. حالا وقتی خودت تنها هستی چه چیزی تو رو شاد یا ترسناک میکنه؟ جوابش رو حتما تو بخش کامنت ها بنویس تا تجربت رو با دیگران به اشتراک بذاری. وقتی با خودت تنها میشی تازه میبینی که بعضی چیزها تو زندگی واقعی بودن و بعضی فقط تصویر ذهنی. این کشف‌ها بهت کمک میکنن تصمیم‌های بهتری بگیری و مسیر زندگیت رو با آگاهی بیشتری بسازی. تنهایی فرصتیه برای شنیدن صداهایی که همیشه گم شدن. صدای قلب، صدای آرزوها، صدای امیدهایی که بهشون گوش نمیدادی. وقتی با سکوت روبرو میشی تازه میفهمی این صداها چقدر مهمن و میتونن مسیرت رو روشن کنن. در خلوت متوجه میشی که هیچ چیز تصادفی نیست. همه اتفاقات و احساسات، حتی سختی ها بهت درس میدن و آمادت میکنن برای قدرت گرفتن. و وقتی این درک به وجود میاد حس میکنی زندگی دیگه تحت کنترل خودت و کسی نمیتونه قدرتت رو ازت بگیره. تنهایی راهیه برای فهمیدن ارزش واقعی زمان. وقتی کسی نیست که وقتت رو پر کنه تازه میفهمی هر لحظه یه فرصت جدید برای رشد، کشف و ساختن خودت و زندگیت. این سکوت و خلوت مثل یه نقاشیه که قلموی ذهن و قلبت رو دستت میده. هر چیزی که میخوای میتونی بسازی، رنگ بزنی، شکل بدی و همین آزادی خلاقیت بزرگترین چیزیه که هیچ کسی نمیتونه بهت بده. تنهایی بهت یاد میده که هیچ چیز خارجی نمیتونه تو رو کاملا خوشحال کنه. شادی، آرامش، قدرت و اعتماد به نفس همه از درون میان و وقتی اینو بفهمی دیگه هیچ چیزی نمیتونه تو رو بلرزونه.
وقتی تنها میشی تازه میبینی چقدر توان داری و چه چیزهایی پنهان از نگاه دیگران در درونت هستند. این قدرت تو رو آماده میکنه تا در هر شرایطی از زندگی بهترین نسخه خودت باشی. تنهایی باعث میشه به رابطت با جهان هم نگاه عمیق‌تری داشته باشی. وقتی با خودت هماهنگی تازه میبینی همه چیز در جهان هم با تو هماهنگ و ارتباط واقعی با زندگی و جهان اطراف شروع میشه. هر لحظه که در سکوت هستی یه قدم نزدیکتر میشی به خودت و دنیای واقعی. هیچ جمعیتی نمیتونه جای این لحظات رو پر کنه و هیچ چیزی نمیتونه همون حس کشف و قدرت رو بهت بده. خب دوست من، مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودی. یادت باشه تنها بودن تهدید نیست، بلکه قدرتیه که در سکوت درونت منتظرته. هر روز فرصت جدیدیه برای کشف خودت و جهان اطرافت. با خودت دوست باش، با سکوت همراه شو و بزرگترین قدرت درونت رو پیدا کن.